کسب شهروندی ژاپن. کسب شهروندی ژاپن فرایندی پیچیده است و به شرایط خاصی نیاز دارد. اتباع خارجی که مایل به شهروندی ژاپن هستند، باید شرایط زیر را برآورده کنند. 1. اقامت طولانی مدت. باید به طور مداوم حداقل 5 سال در ژاپن زندگی کرده باشید. این دوره برای افرادی که با شهروند ژاپنی ازدواج کرده‌اند ممکن است کوتاه‌تر باشد، چیزی در حدود 3 سال. 2. ثبات اقتصادی. فرد باید درآمد و شغل ثابتی داشته باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند. 4. انصراف از تابعیت قبلی. ژاپن تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین باید تابعیت فعلی خود را رها کنید. 5. دانش زبان ژاپنی. داشتن دانش زبان ژاپنی، معمولاً آشنایی با مجموعه‌ای از کانجی‌های پایه، ضروری است. و ادغام فرهنگی. فرد باید توانایی نشان دادن سازگاری با فرهنگ و آداب ژاپنی را داشته باشد. فرایند درخواست شهروندی. 1. مشاوره اولیه. مراجعه به دفتر محلی امور حقوقی برای مشاوره درباره مدارک مورد نیاز. جمع‌آوری مدارک. ارائه مدارکی مانند مدارک اقامت، شغل، مالیات و خانواده. 2. مصاحبه. ممکن است از شما در مورد دلیل درخواست شهروندی و میزان دانش فرهنگی و زبانی ژاپن سوال شود. 3. تصمیم گیری. پس از بررسی کامل، دولت ژاپن درباره درخواست شما تصمیم گیری می کند. این فرایند ممکن است 1 تا 2 سال طول بکشد. نکات مهم این است که ازدواج با یک شهروند ژاپنی یا داشتن فرزند ژاپنی می تواند فرایند را تسهیل کند. شهروندی ژاپن شامل حقوق کامل شهروندی از جمله حق رای و دسترسی به خدمات عمومی می شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً صفحه ما را لایک و فالو کنید. تا دیدار بعد.